عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان. من تورج امینفر هستم و توی پروژه امروز قصد دارم که عنوان صفحاتم رو توی سایتم تعیین کنم. ما به دو نحو میتونیم برای سایتمون عنوان در نظر بگیریم. یه نحوش که خیلی راحته، من میام با استفاده از کدای HTML، در واقع کد تایتل، روی سایتم عنوان تعیین میکنم. به فرض من اومدم توی صفحات مدیریتیم، توی پوشه ادمین تایتل تعیین کردم. به فرض صفحه مدیریتی خبرهام اومدم تایتل مدیریت پیوندها، این نیوز من هستش، درسته؟ باید اینجا بنویسم مدیریت مطالب. یا لینک هام مدیریت پیوندها، یا دیفالت هم پنل مدیریت تماس با ما، مدیریت کامنت هام که میشه مدیریت نظرات، و کاتگوریز هم مدیریت موضوعات. اینها صفحات من هستند که این عنوان من کجا قرار میگیره؟ عنوان من میاد در واقع همین جایی که ملاحظه میکنید نوشته شده لودینگ. این عنوان سایت من هستش. عنوان سایت بسیار بسیار مهمه، نشون دهنده محتوای سایت، در واقع عنوان سایت. علاوه بر اون توی سئو سایت برای موتورهای جستجو هم خیلی نقش کلیدی و مهمی داره. خب سایتمون بالا میاد. من توی صفحه لاگین هم باید تایتل تعیین کنم. میام توی صفحه لاگینم اینجا و داخل کانتنت پلیس هولدر هدم می نویسم که تایتل، و اینجا می نویسم ورود به سایت. و توی صفحه ثبت نامم، رجیسترم، می نویسم ثبت نام در سایت. این عنوان ها رو برای سایت هم تعیین میکنم. اما میدونید که یه دونه از صفحات من، در واقع دو تا از صفحات من که خیلی خیلی هم توی سایت هم نمایش داده میشن، امکان نداره که من به صورت مستقیم بیام این کار رو براشون انجام بدم. کدوم صفحات من هستن که این امکان براشون وجود نداره؟ صفحه شو نیوز و شوکت. شو نیوز من هر بار که من وارد یه ادامه مطلب میشم، من خبرهای زیادی روی سایتم دارم، هر بار ادامه مطلب رو میزنم این شو نیوز میاد و با استناد به اون آیدی اون مطلب خاصی که مرتبط به اون آیدی رو نشون میده. پس ما باید یه کد بنویسیم که به صورت اتوماتیک بیاد بعد اینکه آیدی رو شناسایی کرد تایتلش رو هم شناسایی کنه و به صورت عنوان نشون بده. این کار رو من باید صورت بدم.
این شد دو تا راه، یکی مستقیم، یکی این که با کدای C# من باید این کار رو صورت بدم. میام اینا رو میبندم. اما حالا چرا عنوان اینقدر برای من مهمه که میخوام اینقدر خودم رو خسته کنم رو بیام اینا رو تعریف کنم. صفحه مدیریت منم آورد. این بالا ملاحظه میکنید پنل مدیریت گذاشتم. این بالا هم که یه دونه منوی خوشگل برای صفحه مدیریت هم درست کردم. خب پنل مدیریت عنوانش هستش. اما امروز قصد داریم ساخت عنوان برای صفحه‌های ادامه مطلب رو خدمتتون بگیم. ما توی بحث بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجو یا به اصطلاح SEO دو تا گرایش یا راهکار داریم. یکیشون بهینه‌سازی درونی سایت هستش و دیگری بهینه‌سازی بیرونی سایت هستش. دو تا گرایش، بهینه‌سازی درونی، SEO درونی سایت و SEO بیرونی سایت، SEO آن پیج و آف پیج. آف پیج اپتیمایزیشن یا بهینه‌سازی بیرونی سایت که به طور کلی به دوش مشاوران SEO خود مدیران سایت هستش، شامل کارهایی مثل لینک بیلدینگ و فعالیت توی شبکه‌های اجتماعی. این روی دوش مشاوران SEO و خود مدیران سایت که بیان این آف پیج اپتیمایزیشن یا بهینه‌سازی بیرونی سایت رو انجام بده. اما توی حوزه آن پیج اپتیمایزیشن یا بهینه‌سازی درونی سایت، بخش‌های مهمی از کارها بر عهده ما برنامه‌نویسان هستش. یعنی کار روی دوش ماه که برنامه نویسی میکنیم. این کارها چی هن؟ این کارها نظیر عنوان صفحه ها یا تگ های H یا URL نیم ها یا متا تگ ها که حالا ما این 4 تا گزینه رو میتونیم با محتوا حلشون کنیم. یعنی ما یه مطلبی می نویسیم با یه محتوا که توش کلمات کلیدی و متا تگ و کیوردامون رو میذاریم. اما عنوان صفحه بحثش جداست. این عنوان صفحه خیلی خیلی توی این بحث ما مهمه. حالا ما برای بهینه تر شدن سایتمون میخوایم متدی رو برای ایجاد عنوان سایت به صورت اتوماتیک روی صفحات اخبار بدیم. چرا عنوان اخبار مهمه؟ خدمتتون میگم. چرا عنوان اخبار مهمه؟ میام وارد سایت گوگل میشم. میام توی google.com و یک کلمه رو اینجا سرچ میکنم. چی بنویسم؟ مثلا همین کلمه‌ای که الان میخوایم بگیم، عنوان مطلب ASP.NET مثلا این. خب ملاحظه میکنید که به فرض این عنوان مطلب ماست، این قشنگ مشخصه دیگه ASPX هم هستش. اومده یه دونه صفحه رو آورده که ASPX. از کجا گوگل اینو شناخته؟ از عنوان مطلبش. اینو از کجا شناخته؟ از عنوان مطلبش. مهمترین بخش جستجو همین عنوان مطلبه. پس ما باید خیلی جدیش بگیریم. این عنوان مطلب اگه رو سایت من نبود اصلا به فرض میشیم بگیم که این به درد گوگل نمیخورد این سایت من، چون عنوان مطلب نداره. ما مطلب رو برای پیدا شدن توی موتورهای جستجو نمیتونستیم قرار بدیم اگه عنوان نداشت. اما ما عنوان رو قرار میدیم. پس حیفه که ما از این قضیه دست برداریم. میایم برای ساخت
عنوان شروع میکنیم کارمونو. میام پروژه‌مو باز میکنم. برای ساخت متد ایجاد عنوان ادامه مطلب در سایت اول میام توی دیتابیسم یه کوئری جدید مینویسم. دیتابیسمون که اینجاست، اما کوئری رو کجا بنویسیم؟ توی app کد از Solution Explorer. ما میخوایم یه کوئری بنویسیم. میایم توی دیتا ست نیوز، اینجا فرمتش هم XST هستش. این کوئری نوشتن نیازه توی کار ما واسه اینکه بخوایم عنوان مطلب رو پیدا کنیم. در واقع قضیه مثل همون آیدیه، مثل نیوز ویزیتده، همون تعداد بازدیده مطالب رو ما به دست آوردیم. نیاز به کوئری هستش برای اینکه ما یه کوئری تعیین کنیم، عنوان مطلب رو از دیتابیس بگیریم و توی مطلبمون نشون بدیم. پس ما کارمون اینه، میایم از دیتابیس میگیریم میدیم به سی شارپ که به عنوان عنوان صفحه‌مون نشون بده. خیلی راحت و ساده، درکش اینجوریه. خب برای ما دیتا ست نیوزمون رو آورد، اما میام روی تیبل نیوز تیبل آداپتر کلیک راست میکنم، اد کوئری رو میزنم، از وضعیت SQL استفاده میکنم، use SQL statements. حالا ما اینجا میخوایم یه مقدار ثابت رو برگردونیم، در واقع یه تایتل میخوایم. پس select which returns a single value، تک مقدار، و next رو میزنیم. توی صفحه بعدی ما باید کوئریمون رو بسازیم. منتظر میشیم تا حالت ویزاردیش بیاد. آمد. خب کوئری بیلدر رو میزنیم اینجا تا بیایم کد SQLش رو بنویسیم. البته خیلی راحت ترش کرده، کد SQL رو ما باید ذهنی بنویسیم، ولی اینجا چون ویزاردی خیلی راحت میتونیم با همین بازی با این ستون ها به دست بیاریم اونو. ما اینجا به چیا نیاز داریم؟ یه نیوز آیدی رو میخوام، یه نیوز تایتل، کلا همین دوتا رو میخوام. میام این کانت از این یارو شمارنده رو پاک میکنم. خب نیوز آیدی و نیوز تایتل رو بگیر برای من از جدول این. گروپ بای که نمیخوام بکنمش. چیکار میخوام بکنم؟ میخوام انتخاب کنم نیوز تایتل رو از جدول نیوزم. یه شرط باید بهش بدم. شرطم رو میام بر اساس چی میذارم؟ نیوز آیدی. میگم که به شرطی که نیوز آیدی من به شرطی که نیوز آیدی من برابر باشه با نیوز آیدی که بهت میگم. پس نیوز آیدی نیوز آیدی ور نیوز آیدی مساوی باشه با اون عددی که بهت میگم. انتخاب کن اون نیوز تایتل یا اون عنوان مطلب منو. خب اینجا ما نیوز آیدی رو بهش میدیم، اون عنوان مطلب رو بهمون میده. نیوز آیدی رو میدیم، نیوز تایتل رو میگیریم. یه بده بستون خیلی منطقی. خب درسته کدم؟ به نظر خودم کاملا منطقیه. پس اوکی رو میزنم. اینجا هم که کدم رو دوباره میبینید. خب نکستش میکنم. اینجا گفته یه نیم بدید بهش. نیمش رو چی بذارم؟ میزنم title of news، عنوان خبر. title of news خوب، اسمش هم قشنگه. نکست رو میزنم و فینیش. خب ساخته شد تایتل آف نیوز من که ولیو یا مقداری که میگیره نیوز آیدی هستش. خب سیوش میکنم. خب ما کوئریمون رو نوشتیم.
حالا بریم سراغ کد نویسی داخل صفحه شو نیوز. مطلب من توی شو نیوز نمایش داده میشه. بریم اونجا کد نویسی کنیم، این کوئری از دیتابیس بگیریم تا بتونیم عنوان صفحه رو روی شو نیوزمون نمایش بدیم. میام صفحه شو نیوز رو باز میکنم، شو نیوز. خب ما با این صفحه اول شو نیوز اصلا کاری نداریم. من با بخش سی شارپش کار دارم، کد نویسی سی شارپ میخوام بکنم. تهش هم سی اس به معنی سی شارپ هستش. خب اوورد صفحه. یه کد نویسی قبلا داشتم، حالا یادم نیست اینم برای چی هن. این چیه؟ خب این تعداد بازدید من نیوز ویزیتد همه، نامبر آف نیوز ویزیتد، تا اینو به من کمک میکنن، هیچ مسئله نداره. اینا اتفاقا 2 خط کد منو 100% کم میکنه. اولش که ما باید این کدو بهش بدیم، نیوز تیبل آداپتر. میایم یه متغیر درست میکنیم به نام NTB از تیبل آداپتر نیوز. خب اینو که نوشتم، پس هیچ. بعدش چی؟ میام میگم که string NID مساوی request.query string NID زنده باد. اینجا نیوز آیدی من رو داره، من نیوز آیدی مو باید میدادم دیگه که عنوان مطلب بگیرم. اینجا نیوز آیدی منو میده با متغیر NID. خب تا اینجا 2 خط کد نویسیم رفت. حالا الان باید خودم بنویسم. میام یه رشته تعریف میکنم به نام string title of news، به صورت خلاصه می نویسم این متغیرمو. حالا این متغیرم مقدار توش چی باشه؟ میگم بیا از نیوز تیبل آداپتر این کوئری تایتل آف نیوز رو به من بده. خب بعد مقداری هم که بهش میدم باشه چی؟ NID. اما اینجا ما باید ببینیم NID رو همینجوری بدیم قبول میکنه؟ نه قبول نکن. چرا؟ چون ما رشته تعریفش کردیم. اینجا باید این NID رو تبدیل کنم به اینت، چون عدد دیگه. میام اینو تبدیلش میکنم. خب اینت شد. چقدر خوشگل و راحت. خب ما اومدیم به این متغیر TON تایتل آف نیوز رو دادیم و گفتیم که NID رو بده به این تایتل آف نیوز. NID مون چیه؟ همون آیدی خبرمونه. خب آیدی خبر رو دادیم بهش. حالا الان میخوایم عنوان مطلب رو که تو این TON داده به ما، این تایتل آف نیوز عنوان خبر رو به ما میده. این یارو که نه، این نیوز آیدی رو بهش دادیم به این تایتل آف نیوز. حالا این عنوان رو به ما داده توی این متغیر. حالا ما این متغیر رو برابرش میکنیم با پیج تایتل. پیج تایتل عنوان صفحه منه، پس اینو مساوی میکنم با این TONی که اینجا متغیر عنوان مطلب توش قرار میگیره. به همین راحتی توی این کد متغیری تعریف شده به اسم TON تایتل آف نیوز که عنوان رو از کد میگیره و اون رو با NID مطابقت میده و عنوان رو به ما میده. و توی کد بعدی پیج تایتل که عنوان صفحه به صورت سی شارپی هست که ما برابر با مقدار متغیر TON قرارش دادیم. به همین راحتی و جالبی. میریم تست میگیریم، سیوش میکنیم. ما با 4 خط کد، این 2 تا خط و این 2 تا خط، تونستیم عنوان صفحه‌مون رو به صورت اتوماتیک مشخص کنیم. قبلا که همون لوکال هاست به ما میداد عنوان. حالا الان بریم ببینیم آیا من تونستم که یه دونه صفحه درست کنم یا نه. خب منتظر میشیم ببینیم میاد یا نه.
داره لود میشه. میایم و به ادامه مطلب این مطلب سوم میریم. خب ای وای نداده که. اجازه بدید من رفرش کنم، شاید تو کش سیف شده باشه. نه نداده. چرا؟ خب من اینجا قبلا تایتل نوشته بودم و این تایتل مقدمه بر اون قضیه. این یه اشتباه از من بود، من عذرخواهی میکنم. من قبلا همینجوری اومدم یه کلک رشتی بزنم که مثلا از دیتا لیستم بیام اینو بگیرم، فکر کردم راحت میشه. تست بود، میخواستم ببینم میشه یا نه، دیدم نمیشه. پس اینو پاک میکنم تا بره سراغ کد سی شارپیش و اونو بیاره. خب ما اینو دوباره رفرش میکنیم. الان میره از کد سیش، بله زنده باد. الان کد سی شارپی رو شناسایی کرد و به ما نشون داد. زنده و پاینده بود. خب بریم سراغ یه دونه دیگه، حالا یه تست دیگه هم بگیریم ما که انقدر خوشمون اومده. مثلا این یکی ادامه مطلب رو میزنم، نیوز آیدی 2 مطلب 1 زنده بود. خب ما موفق شدیم. اما این شد اخبارمون. الان باید بریم سراغ چی؟ سراغ موضوعاتم. ببینید اینجا من موضوعات مختلفی دارم. به فرض میام توی تفریحی، میبینید این بالا رو عنوان به من نمیده. الان باید به من عنوان هنری بده. ببخشید تفریحی بود، الان ما تو تفریحیم دیگه، کتایدی 5. الان اینجا باید به من بنویسه تفریحی، مثلا موضوع تفریحی، اخبار مرتبط به موضوع تفریحی، ولی هیچی به من نمیده متاسفانه. خب میریم برای این هم کدنویسی های لازمه رو انجام بدیم. بریم که داشته باشیم اینا رو ببندیم. حالا خب اینا رو هم میبندیم. بریم سراغ عنوان صفحات موضوعات هم یا showcats.aspx. اول برای دیتا ست موضوعات هم باید کوئری بنویسیم. میام تو app کد از سولوشن اکسپلورر و توی بخش categories.xsd توی بخش مربوط به موضوعات، دیتا ست موضوعات، میام کلیک راست میکنم توی تیبل categories adapter، ببخشید categories table adapter، add query رو میزنم، use SQL statements و select which returns a single value. next رو میزنم. حالا اینجا باید کدش رو بنویسیم. کد این چیه؟ ما یک کت آیدی میخوایم، یک کت نیم، کلا همین دوتا رو واسش ساخته بودیم. خب میام اینم کدش شباهت به همون داره دیگه. انتخاب میکنم کت نیم و گروپ بای نمیخوام. یه دونه شرط میذارم واسه کت آیدی، میگم که اگه کت آیدی من همون کت آیدی بود که اونجا بود، چیه؟ کت آیدی ادساین کت آیدی. خب چی میشه؟ کت آیدی مساویه با اون کت آیدی دلخواه من. سلکت کن نام موضوع ما. خب الان کد منطقی میاد به ذهنم. بریم پس اوکی میکنیم، نکست میکنیم، اسمشو میذاریم چی؟ title of categories، title of categories و next رو میزنم. ساخته میشه و فینیش رو میزنم. خب title of categories کوئری منه که ولیوی کت آیدی رو به عنوان ورودی میگیره
و خروجی به من عنوان موضوع رو میده. خب اینم سیو میکنیم و میبندیمش. میریم سراغ کد نویسیش. برای کد نویسیش میام showcats.aspx رو میرم تو بخش سی شارپ اون. خب اینجا خوشبختانه هیچ کدی نداریم، من میتونم راحت الان دست و دلم باز باشه نگاه نکنم و کد دیگه رو خراب کنم. خب توی بخش پیج لودش من یادم رفت اتفاقا تو قبل اینو بگم، حتما تو بخش پیج لود باید بنویسید. پیج لود چیه؟ وقتی که صفحه من باز میشه صفحه لود میشه دیگه. در واقع پیج لود من زمانیه که صفحه من باز میشه، اون موقع اجرا میشه. اولین چیزیه که تو صفحه اجرا میشه پیج لوده. پس من اینجا می نویسم. البته قبل از این پیج لود HTML لود میشه ها، اینو بهتون بگم. اول HTML لود میشه بعد میاد پیج لود C# لود میشه که دیدید اون تایتلی که من نوشته بودم قبلا اونجا مقدم بود بر تایتلی که من توی C# نوشته بودم که وقتی اونو پاک کردم C# اجرا شد. اینا هم مد نظرتون باشه. خب میرم چی می نویسم؟ اول باید برم یعنی تیبل آداپتر کاتگوریزم رو. خب بیام شروع کنم کد نویسیش. کاتگوریز خب خودش داره دیگه، تیبل آداپتر دات تیبل کاتگوریز آداپتر. اسمش چیزش چی بذاریم؟ ما تو قبلی NTB داشتیم دیگه، اینجا هم می‌نویسم کاتگوریز تیبل آداپتر مساوی نیو. یه متغیر اینجا تعریف کردم از نوع کاتگوریز تیبل آداپتر به نام CTB و حالا اینجا هم دوباره اینو تکرار میکنم و یه دونه پرانتز باز و بسته میذارم. این شد فراخونی تیبل آداپتر موضوعات. حالا برم بهش بگم که کوئری استرینگ جان شما از URL یا از همون لینک صفحه بیا کاتگوری آیدی رو بگیر که مثلا حالا 5.1.2 برو اونجا بگیر. چجوری اینو بنویسم؟ یه دونه رشته میذارم واسش به نام CID و اینو برابر میکنم با درخواست کوئری استرینگم ریکوست میکنه کوئری استرینگو از NID صفحه، یعنی نیوز آیدی نه ببخشید، از CID صفحه. بعد CID صفحه توی کوئری استرینگی که ما واسه کاتگوریزا مشخص کردیم نامش رو CID گذاشتیم، توی فیلم های قبلی دیده بودید. و بعدش استرینگ تایتل آف نیوز رو تعریف میکنم. تایتل آف کاتگوریز و اونو برابر میکنم با چی بذاریم اینجا؟ اول باید کاتگوری تیبل آداپتر رو بنویسم و بعدش برم توی اون کاتگوری تیبل آداپترم تایتل آف کاتگوری رو درخواست کنم با ورودی اینت دات پارس چیه اونی که میخوام بدم بهش CID زنده باد. حالا میام TOC رو میدم به عنوان صفحم برابر TOC. بسیار عالی. اینم از این. خب سیوش میکنم. میبندیم اینو، میایم یه دونه صفحه دیفالت رو باز میکنیم. الان من عنوانهای سایتم رو به صورت اتوماتیک برای اخبار و موضوعات تعیین کردم. حالا تست میکنم. به فرض
ورزشی، روش کلیک میکنم، این بالا نوشته ورزشی. من یه نکته رو بگم، اگه من بخوام اینجا چیزی بنویسم میتونم مثلا قبلش یه دونه رشته تعریف کنم، بعد بنویسم این رشته به اضافه این، مثلا بنویسم موضوعات مرتبط به TOC که همون ورزشیه به اصطلاح. آره اینجوری میشه این کارو کرد، ولی همین ورزشی کافیه دیگه، نیاز نداره که من بخوام کار دیگه ای بکنم. میام بقیه‌شون هم تست میگیرم ببینم آیا مشکلی دارن. همون تفریحی که قبلا دیدیم. بله خیلی هم عالی و قشنگ تمام موضوعات مربوط به تفریحی رو برای من آورد. اما یه بحثی، من میام روی این هنری کلیک میکنم، چرا توی صفحه جدید نمیاره، توی همین صفحه قبلی دوباره میاره؟ من اصلا یکی از تیکای کاری که دارم اینه که حتما باید بره توی یه صفحه جدید بکنه اینا رو. چرا اینجوری میاره؟ بیام برم ببینم توی مستر پیج هم اینو نوشتم دیگه، توی دسته‌بندی اینجاست. خب بیام پایین ببینیم گوشش. خب اینه. من اینجا چرا مساوی نذاشتم؟ آخ چه اشتباه بدی کردم. خب اینم سیو میکنم و مجدد ریفرش میکنم. خب الان میام علمی فرهنگی رو میزنم توی یه صفحه دیگه آورد، ورزشی رو میزنم توی یه صفحه دیگه آورد. ممنونم از توجهتون. کارمون فعلا اتمام رسیده. آرزوی موفقیت براتون دارم و امیدوارم که این آموزش ها به کارتون بیاد. خدا نگهدار.